شهرت جهانی سریال مشهور افغانی و آن بالا خدا هست که باور نخواهید کرد. چه شد که یک سریال افغانی به این پیمانه در دل میلیون ها نفر جا باز کرد و مورد پسند همه قرار گرفت؟ با اینکه این سریال در ژانر معمایی و عاشقانه تولید شده، پس چه تفاوت با دیگر سریال و فیلم های افغانی دارد که این گونه به شهرت رسید؟ از فیلم های ساخته شده در دوران جمهوریت، ساخته سلیم شاهین که چندان دل خوشه مردم از آنها ندارند، ولی با همان تجهیزات و محدودیت ها سریال ساخته می شود که برای هر قسمت از آن مخاطبان لحظه شماری می کنند. تفاوت از کجا به کجا؟ واکنش و عصبانیت علاقمندان سریال با مقایسه فیلم های آقای شاهین. این سریال حتی از افغانستان بیرون رفته و فراتر از آن علاقمندان زیاد از ایران و تاجیکستان نیز به تماشای این سریال نشستند که این یعنی محبوبیت این سریال فراتر از انتظار است. دلیل این که من از این سریال تمجید میکنم این است که واقعا اولین بار است که همچین سریال آن هم در افغانستان ساخته شده و دوستانی که در بخش کامنت ها میگوید قسمت های بعدی چه وقت نشر خواهد شد، باید بگویم که این سریال تنها از طرف کانال نمارسانه نشر میشه و ما اینجا تنها با تحلیل این سریال و برخی حقایق جذاب درباره این سریال میپردازیم. پس حتما کانال نمارسانه در یوتیوب را سابسکرایب کنید تا به محض نشر قسمت های بعدی از دیدن آن بی‌خبر نمانید. قسمت 25 این سریال طبق معمول پنجشنبه شب نشر خواهد شد و باید تا پنجشنبه منتظر بمانید. یک از انتقادهای بسیاری از بیننده ها هم موتر مالک میلیونر که چراغ موترش خراب است. واقعا این یکی از سوالاتی است که هنوز هم حل نشده باقی مانده است. حتما این بخش از سریال است وگرنه قطعا اگر شما هم به این نکته اشاره کردید سازندگان نیز متوجه این موضوع شدند. پس این به این معنی است که این قسمت یا بخش از سریال است. در قسمت های آخر این سریال هستیم و همین طور اگر حقایق جالب درباره این سریال، معلومات های جالب که در سریال ندیده اید را میخواهید بدانید، به همین کانال سر بزنید و از دیدن بقیه ویدیوها لذت ببرید. ما رفتیم تا ویدیوی دیگر. خداوند نگهدارتان. در ضمن ویدیو را لایک کنید و اگر دوست داشتید این ویدیو را با دوستانتان حتما به اشتراک بگذارید.